راجع به حبیب برامون بگین. حبیب الان خب خدا رو شکر من این وسط ابروام نیست و من گفتم بعد از احتمال پایان سریال احتمال خودش در میاد، اینقدر که این وسط ابرو رو کشیدن و این موام آوردن اینجا. خودم هم عادت کردم واقعا، بعضی موقعا که یه جای دیگه هم خودم اینجوری میکنم موام نه نیست عقبه. ولی مشغولیم خدا رو شکر. من که خیلی دوستش دارم، هم مجموعه رو هم حبیب رو. و تو سریال که به من زن ندادن، حداقل اینجا مردم به من رأی دادن. تنها خاصه منه واقعا. زنم نمیدیم نه من امیدوارم واقعا. منم امیدوارم، ولی کی حاضر آخه زن حبیب بشه؟ واقعا سخته. من کنم بعضی موقع که یه گزینه‌ای هست من میگم که خب طبیعیه منم بودم جای اون، خب اصلا قبولش. بعد حبیب چرا اینقدر ملون المزاجه؟ چرا هر دفعه رنگش که قهوه‌ایه، اونش که همیشه میگه یه رنگ داره، هر آدمی برای خودش یه رنگ داره تو طراحی لباس. رنگ منم قهوه‌ایه، سرتاپم قهوه‌ایه. میگه اینجوری.